دیگه تو نامه‌هات اسم من نبر. این کارو بکنم خیال میکنه یابو برم داشته. از این گذشته ما عموزاده ایم. حالا بگیریم یه احوالی از من پرسید. آسمون به زمین نمیاد که. عجب. پس میخوای فقط ملاحظه‌شو داشته باشی که خسته و ناامید بشه تا این خیال و وصلت با تو از سرش بپره؟ به یه قسم و حالی بله. چون هیچ علقه‌ای بهش ندارم. من فقط به تو میتونم با این صراحت بگم آباجی جان، چون راستا رو منی. خب به همه بگو، به منصور، به عمو، به آقا جان بگو که نمیخوایش. چرا نمیگی؟ به همون دلیل که تو با خانم جان نمیگی حمیدو نمیخواد. من به موعدش میگم. اما منصور با حمید فرق داره. منصور گل سرسبد فامیله، تحصیل کرده است، فرنگ رفته است، از همه بیشتر. این که نجیبه. حیفه به خود. باشه اگه حیف مال تو بخشیدم به شما، ارزونی تو باشه. تا چشم کور و زبونم لال بشه دیگه به هیچ کی رو نندازم، حتی آباجی. خدا اون روزا نیاره خواهر جان. نفست گرفته؟ خوبم. از همیشه بهترم. بی عزیزی بیا بریم خاله رو ببین لجن. به خاطر خانم جان بیا بریم ببینیم. شیرین پلو